و جمع‌آمدایی که میشید ما از اون پیش از همه شعر طلب میکردم. خود من شعرهایی که میدونم معاشرت از همین دست شاگیری معلم است. شعرهای بسیار بلد کردم نیست اونو قرار در یادم نیست. همون شعرهای بیشتر در یادم هم هست که مثال از یاد دارم. و امروز اکنون بینیم معلوم شده است که سیستم تعلیم در معاشره خوب را دیگر کرده است و رکن اساسیش این شعر است. با واسه شعر آدم میفهمد که تعلیم رو دیگر کرد. این شعر یک شعر نبود است. شعر این تاریخ بود، شعر این اصلی ملت بود، شعر این شعوری تاریخی بود، شعر این خودشناسی ملت بود. شعر هم یک چیز بود که دوستان با ما یاد می‌دادند. و همین که کارنامه ها برای شکل در مطلوب هستند که در معاشره‌های گوناگون با ما شخصیت‌های جوانی ما هستند که با ما یک دنیا کار کردگی و واقعا مدد دارد. لیکن ما کلام مو باید کلام کرد. وقتی که فکر دیگر تفاوتی دارد. آیا این یک صحبتی دارد که ما کرده ایم؟ ما این رو سر نمی‌کنیم داریم. از می‌کنم که همون تنیه کو ما کلام مو باید و ما قرار با کلی حدیث و من از جامعه همه همسیفان من خواهد تشکر میکنم از سری تشکر هم دیگر خواهشی شوند از گریبان یک دیگر نگیرند و سرور این گروه رفاق ویزایی و من فکر میکنم که این مکتب برای همه ما عزیز میتواند که یک اون مفری فقر است که همین دنیا فرزند رو با دنیا آمد. دولت اینجای تاجیکستان مستوری روانی شریف زمان همین دستی همین اصلاح گیرید دستی همین مردم هستید. از کاری که همین مردم شروع کرده بود دولت اینجا شروع کرد و ما با وقتی میگید هستید که امروز در رفت همین وقتی در خواهی استقلال رو تلفاظ میگیرید. و من با اجازه شما حالا سخن را و ختم کننده همین مکتب امراخان علیوف سرکاری که کمیته امنیت جمهوری سال پیش اینجا خونده بود بیاد دارد بعدی چند اکیبت آب صحرا گذرد بعدی چند اکیبت آب صحرا گذرد وقتی تو خاطره بیش نخواهم بودن گاه از آن منظره گاهگه یاد کنی پاره منظره بیش نخواهم بودن. تشکر. قبل از همه ختم کنندگان این سال را تبریک میگویم و به شما موفقیت در امتحان‌های پیش آرزو دارم. استادان عزیز، میهمانان، همصنفان محترم، در نزد استادان چند مشکل است چون 30 سال قبل ما رو از این درگاه شما پرداز گفتید و بعد 30 سال ما امروز باز نزد شما آمدیم. نزد شما نه اما آمدیم روز یاد آنهایی را کردیم که هرگز دیگر نخواهند به اینجا آمد و بعضی رفیقای ما باز نتوانستند چون بعضی کارها پیدا شده بودند. اما کوشش میکنم از آن آنها نیز من سخنی بگویم. سخنهای بهترین در اینجا گفته شد و ضرور است یادآور شویم که 30 سال قبل ما استادان خود را بسیار جوان دیده بودیم. امروز گرچند که 30 سال گذشته است و ما تا جای خودمون پیر گشته‌ایم اما استادان را ما میشناسیم. تشکر به آنها ما میبینیم که امروز آنها باز در سطح معلمان خدمت میکنند و شاگردان جوان برای وطن تربیت میکنند. ما که ختم کنندگان سال 1971 میباشیم در بین ما بسیار فرزندان برومند ملت تاجیک هستند. امروز آنها کار میکنند و آنها را شما میبینید امروز در بین ما اینجا. این یک خطره از ختم کنندگان تمامی مکتب رقم 5 شهر کوه، چون که
дар сатҳи дигар хатмкунандагони ҳар сол чунин қаҳрамонон ҳастанд ва ман шахсан ба он мефаҳмам ки бо чунин ҷавонмардон ҳамсинф будам, дар як мактаб хондам ва он мактабе ки онҳо хатм карда буданд дар он мактаб таҳсил намудаам. имрӯз дар бораи Ғафор Мирзоев бисёр гуфтанд ва ман ҳам наметавонам дар бораи ӯ нагӯям, чун ин кас имрӯз дасти рости раиси ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ин шахсиятро, шахсияти миллати тоҷикро ба он кас бовар шунондаам. ин боварӣ ба мактаби панҷ аст, ба устодони ӯ аст ва ҳамаи он таомадони аст ки таҳсил мекунанд ва хоҳанд таҳсил кард. ман ба ҳама хатмкунандагон, чун имрӯз мо ҷашни худ медонем эро соли 1971 ва хатмкунандагон ҷашни худ медонанд. бигзор ин ҷашни якҷояи мо хуш анҷом ёбад имрӯз ва ба ҳамаи ҳозирин муваффақият дар зиндагӣ, хушбахтиҳои беназир орзу дорам. ташаккур бори дигар ба устодон. با تمام خوشی‌های زندگی با آرزو و امید خودتون برسید. سلامت باشین. روز یک سرود برای شما تقدیم می‌کنیم. آدمان خوب شوید، تشکیل کنندگان دولتی تاجیکستان شوید. تاجیکستان را باز و خطار دولت‌های مستحکم یک برابر کنید. خیلی که من شاگردان ما از اینجا آدمانی با معرفت، آدمانی با نامدار، خیلی که غفار من شاگردی ما بود، حاضر نام غفار میرزاyev را تمام جهان میشناسد. شما با مانند همین البته تظاهر کردید. باز سخن ای استاد آموزگارم، تو را مانندی مادر دوست دارم. از آن روزه که با من قلب گفتی، شنیده قلب تو در گوش دارم. شما را به مناسبت 30 سال شد من امی صحنه مکتب را نزدم. بعد
همه تشکیل کننده همین کار که برای ما را جمع آورده دیدار یادگار دیدیم همه در دیدار دوستان با آدم عزیز است. بعد از آنی که ما فکر میکنیم شب خواب نبود این شب خواب نبود که ما فقط با همون صحنه مطلب 30 سال پیش رفتیم 6 ساله بودم نیامدم دیگه تو 70 در رفتم 70 ساله شدم اکنون همه شاگردان و جمعی اکلشه نمیشستم که ساله شدم نکنیم امروز جوان شدم یک رفت کردم هم رفت در غیره سال مگل کن در میکنه و قشتر نمیکنم کن در میکنه رفت کردم برای رفت کردم از رفت کردم که همه جوان شدم با ممکن است یک سال دیگه من نمیبینم بعد یک سال دیگه دعوت رو میکنم همین بودگی های شده همین است که دوستان ما در سال 2001 در دهیم سپتامبر 70 سال اول میکنم بعد رفتم من شما بعد رفتم ما دعا میکنیم شعر نمیخونیم دیگه ما فقط در حق شما دعا میکنیم همه بچه های بودگی ها با ما ننگه همین بچه های ما اونا او شب سگیده اونایی جنرال ناو سگر همش کرداره یک شکری نمیکنیم همش کرداره با کم شوی که برم ای معلومت ها من بچه ها معلومات نه بچه های که اینطور دیویزار خط میکنیم با شما نفسند میکنیم دعای نیز میکنیم که شما عمری دراز بینید هم زیاد داشته باشن این دراز با برکت بینید همه دوستاوا شدین همه وطن دوست دارید بعد همه خیلی حواستون برکی همه خیلی آدم های با آبرو شدین دعای مادم بابده با غیر ریزنم با غیر این کارم معلوماتونه حرمت احترام کنید 10 سال 20 سال 30 سال سلام کنید سلام کنید نظر خدمت کنید سلامت باشین امید دراز و برکت کسی که مرادی مقصد داشتم که با مراد مقصد برسه رنگ مبنواسه و واسه از آن رحمت و حرمت کردگی تو نگران کنم